بریم ببینیم چنده. وایسا ببینم. درود به همه شما دوستان عزیز، من کرسم و امروز اومدم بهتون یاد بدم که چجوری به جای اینکه برید کلی پول خرج کنید روی فرمونای گرون قیمت، راحت با همین دسته PS4 تون بتونید بازی‌های ریسینگ رو به صورت فرمونی بازی بکنید. پس تا آخر این ویدیو همراه من باشید که کامل بهتون توضیح بدم. برو بریم. اول از همه شما باید DS4 ویندوز رو سرچ بکنید. هر سایتی که اومد براتون بزنید روش، فرقی نمیکنه از کجا دانلود بکنید. بعد اینکه سایت رو باز کردید میرید پایین و حتما این دوتا فایل رو دانلود میکنید چون جفتشون نیازه واسه این کار. بعد از اینکه فایل ها براتون دانلود شد، شما با برنامه وینرر باز میکنید هر کدومو. اول این یکی رو باز بکنید، پسوردش هم همینجا توی خود برنامه نوشته، اینو کپی میکنید و بعد از اینکه باز کردین پسورد رو پیست میکنید و اینتر میزنید. بعد از اون این صفحه براتون میاد بالا، نکست بزنید و من چون نصب کردم اینجا رو ادامه نمیدم، ولی شما باید بزنید روی مودیفای، نکست بزنید و اینستالش رو انجام بدید. دومین فایلی که براتون باز میشه همچین فایلیه. شما باید کل این فایل رو اکسترکت بکنید. من این گزینه رو میزنم، همینجا اوکی میزنم، دوباره پسوردش همونه، کپی کنید، پیست کنید و اینتر بزنید. بعد از اینکه اینتر زدین یه فایل جدیدی براتون توی ویندوز درست میشه. از اینجا اینستالر برنامه رو بزنید، بذارید نصب کنه. بعدش این پنجره براتون میاد بالا. نکست بزنید و دوباره نکست بزنید. میتونید جایی که نصب میخواد بشه رو انتخاب کنید. من همون جای عادیشو میذارم و اینستالو میزنید. و دوباره به خاطر اینکه من این کارو انجام دادم انجام نمیدم، ولی شما حتما اینستالو بزنید. بعد اینکه برنامه رو باز کردین یه همچین صفحه‌ای براتون باز میشه و حالا میرسیم به جایی که باید دستمون رو وصل کنیم. حالا شاید بپرسین که خب چجوری دستمون رو وصل کنیم به کامپیوتر یا لپتاپمون. شما دو تا روش دارین. روش اول روش خیلی ساده‌ایه. شما میتونید از کابل USB استفاده بکنین و این طرفش هم باید حتما میکرو USB باشه که به دستتون بخوره. روش دوم اینه که از بلوتوث داخلی خود دسته استفاده کنیم. برای اینکه دسته رو به حالت پیر بلوتوث در بیاریم باید چیکار بکنیم؟ شما دکمه شیر و دکمه PS رو برای 3 ثانیه با هم دیگه باید نگه دارید. بعد 3 ثانیه میبینید که اینجوری داره چشمک میزنه. این یعنی آماده وصل شدنه. حالا چیکار میکنید؟ میایید توی تنظیمات ویندوزتون، قسمت بلوتوث اند دیوایسز، یه دونه اد دیوایس میزنید و بلوتوث دیوایس رو انتخاب میکنید. اینجا وایرلس کنترلر رو براتون نشون میده. موقعی که کلیک بکنید روش خیلی راحت دستتون وصل میشه. اینجا مأموریت ما تمومه. حالا باید بریم داخل فضای خود DS4 ویندوز. اینجا یه گزینه استارت میبینید، رو اون کلیک بکنید و همینجوری که میبینید دسته وصل میشه. توی اینجا باید اول ادیت رو بزنیم و باید بریم روی تب ژیرو. توی تب ژیرو اوتپوت مودمون حتما باید روی کنترلز باشه و اینجا دو تا گزینه تیلت لفت و تیلت رایت رو میبینید. روی هر کدوم از اینا که کلیک بکنید، مثلا تیلت لفت رو من اول میزنم، یه صفحه براتون باز میشه، اینجا کنترلرتون بهتون نشون میده و از اونجایی که تیلت لفت هستش باید شما لفت اکسیس منفی رو انتخاب بکنید. اینجا روش کلیک میکنید ست میشه و همینطور برعکسش لفت ایکس اکسیس مثبت رو میزنید و روی تب آدر دستمون رو از روی دوال شاک 4 به ایکس باکس 360 تغییر میدیم و بریم وارد محیط گیم بشیم. خب همینطور که میبینید محیط بازی لود شده. من با تکون دادن دستم میتونم راحت فرمون رو این ور اون ور کنم. بریم یه رانندگی هم بکنیم، از پیت لین خارج شیم. همینطور که میبینید دستم هم اصلا به دسته نیست، خیلی راحت میتونم رانندگی کنم. رکورد لپو میزنیم یا نه؟ Meanwhile
امیدوارم که از ویدیو امروز خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت حتما فراموشتون نشه و اگه از اینجور ویدیوها خوشتون میاد حتما منو ساب بکنید و اون زنگوله بغلش هم بزنید تا شما اولین نفری باشی که از ویدیوهای من با خبر میشید. فعلا بدرود.